رنگ‌های تیره رخ فاجعه بار در پس منظر تصویر وضع کشور در صف پیش 6 پرزیدنت قرقیزستان با گلچنبری در سر گور ایستادند. عکس رسم‌های آفریده رسام تعالیبگ اوسوبالیف از نمایشگاه سوسیالیسم نو در روز نخستین در شبکه‌های اجتماعی زیاد پخش شد. این 6 نفر کشور را تارومار و گورو چوب کردند. خدا، تاریخ، گذشتگان و آیندگان شما را هیچگاه نمیبخشند. وقتی دیروز این رسم را با شرحش دیدم که این جنازه قرقیزستان است، موی تنم خیست. حتی نمیخواهم در خیالم این را راه دهم که همچون دولت ما فرو میپاشیم. چقدر آدمان برای آینده قرقیزستان جان دادند. نخود همه این برهدر رود. رسام تعالیبگ اوسوبالیف از این گونه واکنش جامعه در حیرت است. به گفته او این رسم درباره جنازه نه بلکه دعوت به یگانگی است. نام این رسم اتابیت که یک مجتمع یادگاری در نزدیکی بیشکک است که آنجا قربانیان تعقیبات استالینی و کشته شدگان در انقلاب دوم دفن شدند. محض در همین جا به گفته اوسوبالیف 6 پرزیدنت سابق می توانستند واخورده درباره آینده قرقیزستان اندیشه کنند. من همچون شهروند قرقیزستان دعوت می کنم که آنها باید به مردم خدمت کنند، نه به خود بلکه به مردم. راه دیگر نیست. در صورت غیر دولت وجود نخواهد داشت. بعدی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی وزارت فرهنگ قرقیزستان و مدیر آثارخانه صنعت تصویری آیگل محمد قاضی و مصلحت دادند که صورت را بردارد، ولی جواب رد گرفتند. ما همچون متخصص در این رسم یگان فتنه انگیزی را نمی‌بینیم. این یک تصویر خیلی جدی است که شاید سالهای آخر در تاریخ صنعت تصویری قرقیزستان بسیار پیدا نمی شود. و اگر ما درباره موضوع این نمایشگاه رئالیسم نوی اجتماعی صحبت کنیم، پس این اثر است که اصلا جزء حیات اجتماعی همه ماست. در وزارت فرهنگ قرقیزستان میگویند که آنجا هیچ چیز را منع کردنی نبودند، بلکه تنها به اعتراضهای مردم واکنش نشان دادند. باری اول نیست که وزارت فرهنگ قرقیزستان به کار آثارخانه‌ها دخالت می‌کند. سال 2019 وزیر فرهنگ بر ضد نگاره‌های اعتراض کرد که در آن خلطه مشت زنی در نمود زنها و دختران اوریان تصویر کردند. در نتیجه آنها را بیرون کردند. آن زمان منصبداران اصرار داشتند که پیام‌های اغواگرانه را در هنر معاصر پشتیبانی نمی‌کنند. و 2 سال پیش با تشبث این نهاد یگانه جسد مومیا شده را از آثارخانه تاریخی قرقیزستان دفن کردند.